کن بسیار ملت تاجیک یک ملتی که فقط درباره وطن و درباره وطن پرستی و شعر میگوید. من گمان میکنم که این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک فریباست ولی خاک وطن نیست. بهتر میشد که همین وطن آباد میکردیم. خوبه. خوبی داره؟ خوبی بسیار داره. مثلا ترقیات پیش میره. با خیال ما باشه ما را همه خیبتی هم نمیگیرم. برای چی که پاچیزشون معقول نیست. خیلی رنگی بوفش استرام بودیم خیلی کاغوتا ما واید در کار نیستیم دارم خیلی. با فکر ما هیچ بدی نداره. چی بدی داره؟ یگان خیلی. خوبیاش چی است؟ خوبیاش توش تو البته خوب است. چی خوبی ها دارد؟ برای چی؟ برای اینکه خلق تاجیکی ما میتونن اونجا سر کار کنن با مثال پولی مبلغ بسیارتر میشه، به تاجیکستان هم فایده کلان میبیاره. فرزندای ما میتونن آزاد زندگی کنن، زبان روسیه با آموزن. این همه مردم روی نقض زندگی میکوبن. اگر که در اینجا دشوار باشد در اونجا آسان باشد همه میرود. مهاجرت رفتن و چه مهاجرت رفتن را همین چیزی شهروندی را کنن بهترین با شهروندان ما میشه که نه عذاب میکشه نه مشقت میکشه با چیز شهروندی کار و فعالیت کردن میزگرن. تشویش این نیست که مثلا همه متخصصان دیگر روسیه میروند و اینجا هیچ کس نمیمونند. پوزیشن متخصصان آدمای عادی رفتن متخصص جای کار داره مبلغ میوبد معاش میگیره. هم مردم عادی جای کار نداره مجبور رفته میشه شهروندی روسیه گیره.